اینجا ولایت دونتسک است، ولایتی که نیروهای روسیه برای اشغال آن حمله‌های سختی را به راه ماندند. وزارت دفاع بریتانیا روز 21 اپریل گفت سربازان روس به سمت شهر کراماتورسک پیشرفت کردند که همچنان زیر حمله‌های موشکی قرار می‌گیرد. روسیه بعد از آنکه کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین را گرفتن نتوانست رو به ولایت‌های دونتسک و لوهانسک آورد که از سال 2014 جدایی طلبان تحت حمایت روسیه سعی داشتند آنها را به تمام تحت تصرف درآورند. سخنگوی ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین گفت که آنها چندین حمله نیروهای روسیه را رفع کردند. در 24 ساعته گذشته 9 حمله دشمن را در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک برگرداندیم. یک تانک، 10 زیرپوش، 2 تکنیکای نظامی، یک توپخانه، 2 تکنیکای مهندسی و یک سیستم موشکی ضد هوایی و انبار اسلحه دشمن را نابود کردیم. ارتش روسیه گفت در شبانه روز گذشته به بیشتر از 1000 موضع نیروهای اوکراین ضربه زده و شهر کرملین در شرق اوکراین را تصرف کرده است، ادعایی که تایید آن ناممکن است. در اینجا در شهر بندری ماریوپول که تقریبا از آدم خالی شده است، جنگ تنها در ازوفستال یکی از کارخانه‌های بزرگترین شهر ادامه دارد. در داخل آن صدها محافظان شهر سنگر گرفتند و مقاومت میکنند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امر داد که نیروهای روسیه به کارخانه یورش نبرند ولی آن را طور محاصره کنند که مگس از آن گذشتن نتواند. با گفته وزیر دفاع روسیه در داخل آن 2000 رزمندگان اوکراینی سنگر گرفتند و برای گرفتن کارخانه فقط 3 یا 4 روز ضرور است. از این شهر ویران شده با گفته مقامات اوکراین روز 20 اپریل به سبب بی اهمیتی و بی‌اعتنایی نیروهای روسیه نتوانستند همه 6000 نفر را که قرار بود به جای امن کوچانند از شهر بیرون برند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه شروع شد 57 روز می‌گذرد و در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوص نظامی نامیده، میگوید هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراین از فاشیستان است، اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع روسیه کردن اوکراین مینامند.